إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون ان الانسان خلق هلوعا الله می فرماید همانا انسان آفریده شده هلوع. هلوع چند ترجمه کردن، گرچه تفسیر هلوع بعدن خودش میاد اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، اما هلوع را بعضی ترجمه فارسی میگن بیتاب. بیتاب، تاب ندارد، تحمل ندارد، بیتابی میکند انسان. بعضی میگن هلوع یعنی دلش خام هست، خام هست انسان، پخته نیست. چطور؟ اذا مسه الشر جزوعا، هرگاه به انسان شر برسد، آفتی برسد، مصیبتی برسد، جزوعا داد و فریاد میکند. و اذا مسه الخیر منوعا، هرگاه به این انسان خیر برسد، منوعا. منوعا یعنی چه؟ یعنی بخیل و بازدارنده. این طبیعت و سرشت انسان است که خیری الله بهش میده محکم نگه میداره، دیگه به کسی نمیده. الا المصلین، البته این صفت بخل را اهل ایمان و اهل تقوا و اهل نماز ندارد. اونهایی که نمازگزار واقعی باشند بسا هستن نماز هم میخوانند و بخل دارند. لذا الله می فرماید الا المصلین، مگر نمازگزاران، الذین هم علی صلاتهم دائمون، آنهایی که بر نماز خودشان مداومت میکنند، همیشگی دارند. والذین فی اموالهم حق معلوم. ببین اینجا اون دو نکته که عرض کردم هست، التعظیم لامر الله والشفقة على الخلق. الذين هم في صلاتهم دائمون، این تعظیم امر الله است. والذين يصدقون بيوم الدين، این هم تعظیم والذين في اموالهم حق معلوم، این شفقت على الخلق است. لذا مصلین کسانی که در مالشان حق معلوم، سهم مشخصی هست. این سهم مالکیه، للسائل والمحروم، برای اون انسانی که سائل هست، سوال میکند، محتاجه که سوال میکنه، و همچنین اون انسانی که حیا دارد و سوال نمیکند محروم است. کسی که سوال میکنه بیشتر گیرش میاد، کسی که سوال نمیکند او محرومه، کسی نمیدونه این فقیر است. پس الله تعالی اینجا ما را موظف کرده که ما اونها را هم شناسایی بکنیم، خودمون بگردیم، مردم را تو زندگی مردم بریم ببینیم درآمد داره یا نداره، چی میخوره. این وظیفه هست. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذین، وصف سوم، والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی هستند که تصدیق میکنن، تایید میکنن روز قیامت را. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، آنهایی هستند که آنها از عذاب پروردگار میترسند، هم به قیامت اعتقاد دارند هم از عذاب میترسند. اینها مصلین. ان عذاب ربهم غیر مأمون، عذاب پروردگار غیر مأمون، از او ایمن نیست هیچ کسی. نباید بیغم باشد هیچ انسانی، هر کس باید بترسد، مبادا من جز معذبین بشم. ان الانسان خلق هلوعا، یقینا انسان آفریده شده هلوعا، بی ثبات است، حرصناک است، کم همت است. ابن عباس رضی الله عنه میفرماید
تشریح آیت خودی قرآن میکنه. اذا مسه شر هلوع میگه، وقتی که میرسه برش تکلیف، درد، رنج، جزوع، فریاد میکنه، صبر و استقامت نداره، وی 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 کده. و اذا مسه الخیر، وقتی که خیر برش میرسه، مال، دارایی، صحت، خوشحالی، منوعه، باز بالکل بخل کننده است، من نمیکنه، هیچ درایش مصرف نمیکنه، علم، قوتی خدا، مال خدا، اینی را انسان هلوع میگه. انسان فریده می رقم شده، قدرت الله است. خب بله، استثناء داره؟ بله داره. الا المصلین، بجز از نمازگزارا. یک علامه امی مردمی که اینطور نیسته و نمازگزار مردم هستند، مردمی که رابطه خدا با الله قایم کرده و واقعا میفهمه که در وقت مصیبت چی کنم و در وقت نعمت و خوشحالی چی کنم، و میفهمه در مصیبت صبر و استقامت کار میگیره، در وقت خوشحالی و نعمت آن چیزی که مناسب است او را انجام میده و ای را مهارت خود فکر نمیکنه، بلکه شکرگزاری نعمت الله را میکنه. بجز از نمازگزارا. کدام نمازگزار؟ در دیگه جای قرآن کریم مقیمین الصلاة میگه، اینجا تنها مصلین گفت، پشتی سر ای را تشریح کرده، عیناً موضوع اقامت بیان میکنه، از او خاطر اینجا تنها مصلین گفت. معلوم شد که بعد از ایمان اول علامه مسلمان نماز است. نماز مهمترین چیز در زندگی انسان نماز است. الذين هم على صلاتهم، و مردمایی که بالای نمازهای خود دائمونه، همیشگی میکنن. اینطور نیست که یک وقت میخونه دیگه وقت نمیخونه. اگر موقع برابر شد، اگر آبی گرم بود، اگر تشنابی صحیح بود باز میخونه، اگر نبود باز دیگه در یادش نمیاد. اکثر مردم افغانستان همینطور است، اگر موقع برابر شد کدام جای میخونه دیگه هیچ گپی نیست. والذین، مردم فی اموالهم، که در مالایشان حق معلوم، حصه مقرر است. اگر زکات است، اگر غیر از صدقات دیگه است، حصه معلوم امور میگه که در یک موقع ضرورت برش پیش میشه که این چیز باید مصرف شود. للسائل، برای کسانی که خود سوال میکنه، طلب میکنه مال، و المحروم، به او کسایی که و بی بهره است، سوال نمیکنه، حیا داره، شرم داره، عزت و آبرو داره، اگر چی نیاز داره. در سوره چیسته بقره بر ما اونجا گفته که شما به علامات وره میشناسی که واقعا چیزی نداره. والذین یصدقون بیوم الدین، و کسانی که تصدیق میکنه روزی پاداش و جزا را، روزی که قطع تو معامله میشه. والذین هم من عذاب ربهم، و کسانی که از عذاب پروردگار خود مشفقون، ترس داره که عذاب الله مرا فرا نگیره. ان عذاب ربهم، یقینا عذاب پروردگارشان غیر مأمون، چنان است که از آدم ایمن نشوه او ایمن شدم نمیتونی. یعنی باید انسان از او خوف داشته باشه، آمادگی و تیاری برایش بگیره. والذین هم لفروجهم حافظون، او مردمایی هستند که برای اعضای شهوت خود حافظون، نگهبانی و مراقبت میکنه، در جای غلط استعمال نمیکنه، از عفت و پاک دامنی کار میگیره. الا علی ازواجهم، مگر به ازواج خود، جفت و جوری خود، او ما ملکت ایمانهم، یا آن چیزی را که مالک شده دستای راستشان، یعنی کنیزا و غلاما. کنیزا غلام نه. فانهم غیر ملومین، یقینا و در این مورد ملامت کرده نمیشوند. در اینجا فقط دو موضوع را الله خاص کرد، یکی عقد نکاح و یکی که کنیزه در جنگ اسیر بگیری و امیر اسلام او را حکم کنیز بده و در تقسیم تو برسه. از اینجا الله تبارک و تعالی راههای استفاده را مکمل مشخص کرده. فمن ابتغا، کسی که طلب میکنه وراء ذلک، ما سوای نمی دو چیزه، فاولئک، ایتور مردم هم العادون، و تجاوز کننده است از اون حدودی که الله مقرر کرده. ان الانسان خلق هلوعا، انسان این گونه است، حریص است. انسان حریص است، انسان بسیار حرص داره، انسان بسیار به دنبال این هست که مال کسب بکنه و مال دنیا رو کسب بکنه. انسان بسیار ناسپاس است، ناشکر است، انسان بسیار کم صبر است، بی حوصله است. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که شری به او برسه و مصیبتی به او برسه، جزع و فزع میکنه، بی صبری میکنه، تحمل نمیکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که به انسان خیری برسه این انسان متمرد میشه. وقتی که در
مصیبت است و غم است، ناشکری میکنه، جزع و فزع میکنه، آسمان و زمین رو نفرین میکنه، فریاد میکشه و به هر کسی که از دهانش هر چی در آمد از دهانش میگه، بسیار گله و شکایت میکنه، پیش این پیش اون ناله و شیون میکنه، به سر صورتش میکوبه، چاک میکنه یقه خودش رو و لباس خودش رو و لباس سیاه به تن میکنه، موهای خودش رو میکنه و اذا مسه الخیر منوعا. اما وقتی که به او خیری میرسه و نعمتی به او میرسه، این انسان جلوی انفاق رو میگیره. این انسان یک چیز او رو باز میدارد، من میکنه از اینکه در راه دین قرار بگیره، من میکنه از راه دین، خودش در راه دین نمیره، صدقه نمیکنه، انفاق نمیکنه، شکر نعمت رو به جا نمیاره، بلکه این نعمت وسیله میشه که جلوی او رو میگیره از این کارها و او دست به تمرد میزنه و دست به گناه میزنه. الا المصلین، مگر کسانی که نماز میخوانند. کسانی که نماز میخوانند این گونه نیستن. کسانی که نماز میخوانند این گونه نیستن. اینها در سختی ها و مشکلات و مصیبت ها جزع و فزع نمی کنند، پریشان نمیشن. اینها کسانی هستند که نعمت اونها رو فریب نخواهد داد. اگر در زندگی انسان نماز نبود و نمازش رو برپا نداشت، این انسان هرگز موفق نخواهد شد، هرگز طعم خوشی و سعادت و زندگی رو نخواهد چشید. این انسان در مشکلات و مصیبت های زندگی تنها کسانی ثابت قدم خواهند ماند که اهل نماز هستند و نماز میخوانند. اهل نماز همیشه در زندگی ثابت قدمند، شخصیت های استواری دارند. اینها جزع فزع نمی کنند در مصیبت ها، اینها در نعمت ها مست و مغرور نمیشن و خودشون رو گم نمی کنند. اینها اهل نمازند. نماز است که انسان رو کنترل میکنه، نماز است که انسان رو به الله متعال وصل میکنه و نماز است که انسان رو نجات میده. الا المصلین، همه این مصیبت ها و سختی ها و صفات بد رو در دنیا و آخرت کسانی که نماز میخوانند تجربه نخواهند کرد. اینها این مشکلات برای اونها ایجاد نخواهد شد. بیا تا دست با آستین بارا بذاریم و تجدید نظر کنیم در نماز خواندنمون، خودمون، خانوادهمون، دوستانمون، آشنایان و عزیزانمون، تا من و شما از جمله این افرادی باشیم که در روز قیامت سختی ها و مشکلات اونها رو پریشان نخواهد کرد و در دنیا هم ثابت قدم هستند. الا المصلین، مگر نمازگزاران. نمازگزار، کسانی که اهل نماز هستند، اینها در زندگی استقامت دارند و اینها در مصیبت ها و در سختی ها کم نمیارن. الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة در آیه 153 سوره مبارکه بقره. ای کسانی که ایمان آورده اید، استعانت بجویید در زندگی و مشکلاتتون با صبر و نماز. صبر و نماز به شما کمک خواهد کرد که در زندگی موفق باشید. الله صابران را دوست دارد. ان الله یحب الصابرین. الله متعال کسانی که صبر میکنن را دوست داره. نماز به انسان قدرت میده و قوت میده برای تحمل مشکلات زندگی. در مشکلات، در زندگی، در سختی ها، هر جا مشکلی یافتی و سختی و مصیبتی، هر جا در زندگی به بنبست خوردی، فراموش نکن که راه آسمان باز است. پرواز کردن را بیاموز. یاد بگیر که با الله متعال چگونه ارتباط بگیریم. هر مشکلی، هر مصیبتی، هر سختی در زندگی، راه حلش، اولین راه حل و مهمترین راه حل این است که وضو بگیری، جانماز خودت رو پهن بکنی، دست بلند بکنی و تسلیم بشی به پیش الله متعال، دست به سینه ببندی و پیش او بایستی و در رکوع سرخم بکنی پیش او و به سجده بیفتی و در نماز، در جانماز خود، محل عبادت خود سر به سجده بیندازی و ذلت و خواری خود رو پیش الله متعال پیش بکنی و با او نجوا بکنی و از او طلب بکنی و بخواهی که او خالق آسمان ها و زمین است. او خالق هر آن چیزی است که روبروی من تو، اطراف من تو، بالای سر من تو، زیر پای من تو و در این عالم دور بر من توست. اختیار همه چیز به دست اوست. خالق آسمان ها و زمین است. مالک یوم الدین است. ملک الناس، اله الناس. او رب الناس است، پروردگار مردم، کسی که اونها رو خلق کرده و کسی که مدیر و مدبر امور آنهاست، پادشاه آنهاست، خدای آنهاست. اختیار همه به دست الله متعال است. هیچ مشکلی و گره‌ای در عالم وجود ندارد که الله متعال نتواند او رو حل بکنه. هیچ مشکلی در زندگی وجود نخواهد داشت که انسان با نمازی خالصانه و عبادتی جانانه پیش الله متعال
اون مشکل رو حل نکنه و گره اون مشکل رو از اینجا باز نکند. کلید هر مشکلی نماز است. نماز حلال مشکلات است. نماز انسان رو به ملکوت میرساند، انسان رو پیش الله متعال عزیز میکنه و محبوب میکنه. الا المصلین، مگر نمازگزاران. همه آنچه که الله متعال فرمود در روز قیامت اتفاق میفته. انسان مجرم حاضر فرزندش رو فدا کنه، همسرش رو فدا کنه، دوستش رو فدا بکنه، خانواده رو فدا بکنه، هر کی در زمین هست فدا بکنه. اون کسی که این مصیبت ها در زندگی میاد نمیتونه تحمل بکنه، الله متعال در ادامه فرمود الا المصلین، مگر نمازگزار. نمازگزار این گونه نخواهد بود، نمازگزار این مشکلات رو نخواهد دید. الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که نماز خود رو سر وقت برپا میکنند، دائم به فکر نماز هستند. اونها مداومت دارن بر نمازها در اوقات خودش، هر نمازی رو در وقتش میخوانن. قبل از اینکه نماز قضا بشه نمیگذارن نمازها رو همه رو آخر روز بخونن. نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو آخر شب که آمد خونه بشینه بخونن، نه، نمازهاشون رو پایبندن. صبح رو در وقتش میخونن، ظهر رو در وقتش میخونن، عصر رو در وقتش میخونن، مغرب رو در وقتش میخونن، عشا رو در وقتش میخونن، نمازهای خودشون رو در سر وقتشون میخونن. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینها دائم بر نمازهای خودشون پایبندی دارن و سر وقت میخوانن. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که در مال زندگی خودشون یک سهمیه‌ای رو مشخص و معلوم کردن، در آنچه که الله متعال به اونها داده، نعمتی که الله متعال به اونها داده، یک سهمی رو مشخص کردن همیشه برای کسانی که گدایی میکنن، برای انسان فقیر، للسائل، مسکین و فقیر، کسی که دست دراز میکنه پیش او. و اما السائل فلا تنهر، وقتی که کسی دست دراز کرد پیش تو، از تو چیزی طلب کرد و سوال کرد و خواست، او رو از پیش خودت نران، به او کمک بکن هر چقدر که میتونی. علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف، انسان فقیر به اندازه خودش، انسان دارا و ثروتمند به اندازه خودش، هر کسی به اندازه توان خودش کمک بکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هیچ کسی رو بیشتر از حد توان او مؤاخذه نخواهد کرد و از او نخواهد خواست و مکلف نخواهد کرد. این مهم است که تو در زندگی خودت فراموش نکنی بینوایان و مساکین رو. للسائل والمحروم، هم برای انسانی که سائل است و دست دراز میکنه، هم برای آن که محروم است. محروم به کسی میگن که دست دراز نمیکنه. انسان‌هایی هستن که فقیرن، توانایی مالی ندارن، دستشون در زندگی بسیار تنگ است و شرایط زندگیشون سخت است، اما هیچ وقت دست دراز نمیکنن، مناعت طبع دارن. عزت نفس اونها اجازه نمیده که دست دراز بکنن پیش کسانی. الذین احصروا فی سبیل الله، کسانی که در راه الله متعال مشغول هستن، درس دینی میدهن، عبادت میکنن، اونهایی که به جهاد رفتن، اونهایی که در راه دین مشغول به خدمت هستن، به هر نحوی معلم هستن، در تعلیم هستن، اما شرایط زندگی اونها اجازه نمیده که برن دنبال تجارت. اونها لا یسألون الناس الحافا، الله متعال میفهمد با اصرار و پافشاری از کسی چیزی طلب نمی کنن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، انسان ناآگاه و بیخبر از حال او گمان میکنه که این ثروتمند است به خاطر خویشتنداری که او داره و دست دراز نمیکنه. تعریفهم بسیماهم، از روی چهره اونها میشه اونها رو بشناسی. برو بررسی بکن، برو بگرد. محروم به کسی گفته میشه که دست دراز نمیکنه، چون دست دراز نمیکنه از همین کسی که کمک میکرد هم محروم میمانه. یا این محروم معنای دیگر محروم اینه که کسی که محروم است از داشتن یک کار نداره، وظیفه خاصی نداره، فرصت شغلی نداره. دور و بر خودت رو نگاه بکن، همسایگان خودت، دوستان خودت، خانواده خودت، کسی که بیکار است، چند ماه فلانی بیکاره، پیش خودت فکر بکن از کجا در میاره، درآمدش رو چیکار میکنه، خانواده خودش رو چطور میگذرونه، چطور تامین میکنه. کمک بکن. تویی که دستت میرسه، امروز فردا نوبت تو خواهد بود. امروز برو و کمک بکن، برو ازشون خبر بگیر، برو بهشون رسیدگی بکن. للسائل والمحروم، محروم حق داره بر جامعه اسلامی. کسی که کار نداره، کسی که مشکلات داره در زندگی، کسی که فرصت شغلی نداره، کسی که فرصت پیدا نمیکنه تا بره درآمدی داشته باشه، شرایط زندگی، شرایط جامعه اجازه نمیده، وضعیت بازار فراهم نیست، اینها رو باید در مال خودت برای اونها سهمیه داشته باشی. نگو که من ثروت ندارم، منتظر نباش تا ثروتمندان این کارو بکنن، تو به اندازه خودت میتونی به او کمک بکنی.
ولو اینکه هر چقدر کم باشه، ولو اینکه یک وعده غذایی باشه، ولو اینکه یک تیکه لباسی باشه برای فرزندانش، ولو اینکه کاغذ و قلمی باشه، ولو اینکه یک نان خشکی باشه که ببری دم در خانه‌اش تحویلش بدی. للسائل والمحروم. فراموش نکن که الله متعال میفرماید اینها رستگارانند. این صفاتی رو که اینجا الله متعال ذکر میکنه در آخر میفرماید اینها در جنت مکرمن، مورد احترامن. اگر میخوای در جنت مورد احترام باشی باید این گونه باشی. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. کسانی که در مالهای اونها حقی است مشخص برای فقیرها و برای کسانی که محرومن از کار. والذین یصدقون بیوم الدین. کسانی که تصدیق میکنن روز قیامت رو. عبادتی که میکنی منت نگذار، انفاقی که میکنی، صدقه‌ای که میدی فقط به خاطر الله متعال باشه. به خاطر این نباشه که مردم تعریف تو بکنن، به به و چه چه بگن. به خاطر این نباشه که از اونها انتظاری داشته باشی و اونها رو برده و غلام خودت بکنی، بر اونها منت بگذاری. فقط به این خاطر که به این نیت کار میکنی که روز قیامتی پیش روی توست و این صدقات تو در روزی به درد تو خواهد خورد. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. کسانی که از عذاب الله متعال میترسند، اینها کسانی هستند که میترسند، میدانند که یک روزی در پیش الله متعال حاضر خواهند شد و عذابی خواهد داشت و مؤاخذه و گرفت سختی و میترسند از اون عذاب. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. الله متعال میفهمد عذاب پروردگار اینها هیچ کسی از او در امان نیست. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. آیا در امانن شهرها و قریه ها و مردم آنها که عذاب من شب هنگام وقتی آنها خوابن یک دفعه به سراغ اونها برسه و همه اونها رو از بین ببره، زلزله شهر رو بلرزونه و صبح همه این شهر میشه قبرستانی که میلیون ها نفر و هزاران نفر زیر اون دفنن. او امن اهل القرى. آیا در امانن مردم شهرها و سرزمین ها ان یأتیهم بأسنا ضحی و هم یلعبون که عذاب من روز در هنگامی که اینها مشغول زندگی هستن به سراغ اونها بیاد و اونها رو از بین ببره. افامنوا مکر الله. آیا از گرفت الله متعال، عذاب الله متعال، از مجازات الله متعال در امان هست؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. کسانی که زیان دیدن خود رو از عذاب الهی در امان میدانند. هیچ کسی از عذاب الهی، از گرفت الهی در امان نیست مگر زیان دیده است. عذاب الله متعال ان ربک لبالمرصاد. پروردگار تو در کمین است. مواظب باش که الله متعال اگر بخواد تو رو بگیره در یک لحظه تو رو نیست و نابود خواهد کرد، تو رو از بین خواهد برد. با پروردگارت در نیفت. هیچ وقت خود رو از عذاب الهی در امان ندان. هیچ وقت. اگر انسان از الله متعال نترسید و از عذاب الهی خود رو در امان دانست، اون موقع آغاز هلاکت اوست، اون موقع آغاز بدبختی و دربدری این انسان است. انسانی که خود رو از الله متعال در امان می‌داند و گرفت الله متعال. بلکه که الله متعال رحمان است، رحیم است، اما جبار است، اما متکبر است، اما منتقم است. بترس از پروردگارت. همونقدر که به او امید داری همونقدر باید به او بترسی. ایمان انسان با دو بال امید و ترس، پروانه ایمان انسان، مرغ ایمان انسان با دو بال امید و ترس پرواز میکنه. این گونه نباشه که فقط امیدوار باشی یا فقط بترسی. ان عذاب ربهم غیر مأمون. ان الانسان، الله متعال میگه یقینا که انسان که از خلق هلوعا خلق شده بسیار بیخبر. از اول انسان بسیار بیخبر می باشه، علم نداره، دانش نداره. این انسان وقتی که خلق شده بسیار حلو می باشه، بسیار بی صبر می باشه. اذا مسه الشر جزوعا. وقتی که برش سختی برسد، شر تکلیف، جزوعا بسیار داد و فریاد میکنه. و اذا مسه الخیر. وقتی که برش برسه یک خیر و خوبی، صحت و صحتمندی، مال و زندگی، باز منوع، بسیار منع کننده می باشه، بخیل می باشه. این صفت انسانهای بیدین است. الا المصلین، مگر انسانهای نمازگزار. مصلین ای موحدین، کسانی که با توحید نماز می خوانند. الذین، او کسانی که هم علی صلاتهم دائمون، و نماز خود یا صله و رابطه خود با الله دائمون هستند، دائمی هستند. یعنی رابطه خدا با الله همیشه دائمی، ایره مستحکم نگاه میکنن، قطع رابطه با الله نمیکنن. یعنی کسی که نماز نمیخونی در حقیقت قطع رابطه با الله کردن.
دیگه صفت مؤمنین متقین کدام یکی است؟ والذین، اون مردمای هستند که فی اموالهم، در مالهایشان، حق معلوم، حق معلوم دار است. یعنی الله خو برشان تعیین کرده فرایض او رو انجام میتن، حتی خودشان هم یک قسمت از مال خود چی کردن؟ تعیین کردن. برای کی؟ للسائل، بر سوال کننده ها، والمحروم، و به مردمایی که محروم هستند، یتیم است، بیوه هست، معلول است، معیوب است، کسایی که نمیتونن کار بکنن، زحمت بکشن، محتاج هستند، بر از اینا حق را معلوم کرده. والذین، و کسانی که یصدقون بیوم الدین، تصدیق میکنند به روز جزا. این صفت دیگه مؤمنین است. والذین، و این کسان دیگه هستند مردمای با تقوا که هم من عذاب ربهم، با وجود از اینکه اینا مؤمن هستند، موحد هستند، عامل هستند، لکن باز هم از عذاب پروردگار خود چی هستند؟ مشفقون، میترسند. چرا؟ قلب مؤمن در بین چی میباشه؟ خوف و رجا. این یقینا که عذاب ربهم، عذاب ربشان، غیر مأمون، یعنی چی هست؟ مأمون یک چیزی که انسان از او در امن باشه. یعنی از عذاب الله هیچ کسی در امن نیست. عذاب الله بی خطر نیست. عذاب الله تو نیست که یک انسان، همین مشکل بعض مردمای بیدین است که تو فکر میکنه که والله ما از عذاب الله خلاص شدیم. الله میگه نه، از عذاب الله هیچ کسی در امن نیست. شما چطور فکر میکنین؟ بعضی کسا رو می قرار آمده یک چوکی شیشته و دیگه می دست شماچ میکنه و دست خدا بر ازو میته، خودش به این معنا دیگه که من دیگه از عذاب الله در امن هستم. همین خطر است. بعضی کسایی که نمیفهمه و دیگه را باز میگه که این خودش خود جنتی است. عالمه به شما دیگه میخوایم که چی کنم؟ یک کس را مدیدم مرا گفت که بیا که استاد من خو قلبم کاملا از ایمان و از تقوا و از کل چیز پر است، به این معنا من خود جنتی هستم، از من خلاص است. البته دسته که من برای تو ایمان تیر کنم. الله میگه این عذاب ربهم غیر مأمون. انسان های متقی کسایی هستی کنین. این صفت انسان های با دین است که الله متعال میگه با وجود از اینکه اینا نماز میخوانند، روزه میگیرن، موحد هستند، توحید مراعات میکنن، از شرک خدا نگاه کردن، در مال خود حق الله را مراعات میکنن، تمام عبادت ها را میکنن، لکن با وجود از این هم از عذاب پروردگار خود مشفقون هستند، میترسن. قلب انسان مسلمان خوف است و رجا هست. ما به رحمت الله امیدوار هستیم، اما از عذاب الله میترسیم. امیال من نمیفهم که شما الله شما را بالاتان رحمت کرده. بسیاری وقتا استاد میباشه، بدبختی استاد و همین کسی که تفسیر میکنه و حدیث درس میده یا قرآن درس میده، سنت درس میده، بدبختی از این است که بعضی اوقات شیطان در قلب از این وسوسه میکنه، ایره به ریا داخل میکنه، به غرور داخل میکنه، به تکبر داخل میکنه، شاگردش به جنت میره، استادش مستحق عذاب میشه. همیشه انسان میترسه یا الله پروردگارا ما خی کار میکنیم، ما را از ریا نگاه کو، از کبر نگاه کو. چرا که حتی در حدیث شریف میگه که میگه یک کس رو ببین در روز قیامت خوب عالم از کشکش کرده، به طرف عذاب الله در دوزخی رو میبرن. یا الله چی کردیم؟ میگه تو خو شهرت میخواستی، قدرت میخواستی، پیسه میخواستی، دنیا میخواستی، داده شد برات. کلگی گفت که بسیار عالم بود، بسیار دانشمند بود، بسیار پوهان بود، بسیار دکتر بود، بسیار متخصص بود، بسیار فیلسوف بود. آل تو کل کار به خاطر دنیا میکردی، باز امی عالم کشکش کرده به طرف دوزخ میبره. پس از این خاطر انسان میترسه که یا الله ما در جمله از این نباشیم. بعضی کساس شیطان در قلبش چون علم نداره، قرآن نمیفهمه، این آیت قرآن سر خود هر عالم باید تطبیق بکنه، هر پیر تطبیق بکنه، هر مرشد تطبیق بکنه، هر پیغمبر زاده سر خود تطبیق بکنه، هر مولوی زاده سر خود تطبیق بکنه، هر دکتر و پوهاند متخصص سر خودی رو تطبیق بکنه که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، که از عذاب رب خود چی هستن؟ میترسن. چرا میترسن؟ ان عذاب ربهم غیر مأمون. عذاب الله از این هیچ کسی غیر مأمون است، یعنی بسیار هیچ کسی در امن نیست. غیر مأمون از امن گرفته شده، میرسه به یک انسان. از این خاطر انما الاعمال بالخواتیم، کسایی که حالت دارن یک دفعه خاتمه میشه، میبینی که در شرک و در کفر مبتلا میشه، در یک پیروی از طاغوت مبتلا میشه، یک دفعه ببینید در آخر عمر
کافر میشن. از این خاطر بسیار باید انسان متوجه باشه. و مردمایی که از علم و از دین بیخبر هستن بازی قرار چند دیگه فکر شیطان برش میگه تو خود جنتی شدی، تو خود جنت رفتی، تو خود نجات پیدا کردی، آل تو یک کار دیگه بکو که دیگه را دیگه بازی میگه که والا صاحبی کلان ما کس نه. الله میگه والا تزکو انفسکم، شما تزکیه نکنین. بازی زیر دستا دیگه میگه که نه، این کلان ما کس، این ولی الله هست، این بزرگ الله هست، این الله بخشیده است، این جنتی هست. ما میریم از فیض ازی چی کنیم؟ از فیض ازی حاصل بکنیم. الله میگه که اگه فیضی نمی هست که آیت قرآن برشان بفهمن که والذین سعی کنین صفات مسلمان ها رو اینجا چی گفت الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، سعی در نماز خود دائم هستن. بعضی کساس شیطان برش میگه نه نماز نخون، تو معاف هستی. میبینی الله متعال میگه علی صلاتهم چی هست؟ انسان با تقوا دائمی. رسول الله صلی الله علیه و تا آخرین لحظه مرگ خود نماز ترک نکرد، حتی جماعت ترک نکرد. حتی در زیر شانهش دو صحابی زیر دو شانهش داخل میشه، رسول الله پای خود بالا کرده نمیتونه، میگه پایایش کش کده میره، بعد مسجد میره و مردم منتظر است که رسول الله صلی الله علیه و نماز جماعت بته. رسول الله صلی الله علیه و میگه تا جماعت دادن نمیتونه، اشاره میکنه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ابوبکر پیش بکنین، برو تو پیش نماز بده. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه چی میکنه؟ نماز میتونه. لکن رسول الله صلی الله علیه و تعمیل لحظه. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله میفهمید آیت قرآن که الذین هم علی صلاتهم چی است؟ دائمون است. نگفته که تو باز یک چند وقت نماز بخوان، باز چند وقت بعد تو چی میشی؟ معاف میشی. والذین فی اموالهم حق معلوم. دیگه مسلمان کی است؟ در مال خود حق معلوم کرده. برای کی؟ تو نیست که کل ما را در جیب خود میپرده، نه، از جیب خود بده، برای سائل بده، برای محروم بده، تو مصرف بکن. والذین یصدقون، دیگه کسایی هستند که اینا تصدیق میکنن به روز آخرت، حقیقتا آخرت میشناسن و تصدیق میکنن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اینی از مؤمن حقیقی که از عذاب رب خود چی است؟ والذین هم من عذاب ربهم، والذین هم من عذاب ربهم، و کسانی که از عذاب رب خود چی هستند؟ در ترس میباشن همیشه. تا چه وقت میترسه؟ تا زمانی که شهادت نامه برش داده شود در روز قیامت. اون وقت که دفتر اعمالت به دست راست رسید، باز او وقت این حال نجات پیدا کرد. در غیر از او انسان از عذاب الله میترسه، مشفقون. ان عذاب ربهم، یقینا که عذاب ربشان غیر مأمون، در امن نیست، بی خطر نیست و از او هیچ کسی در امن نیست. چرا؟ خاتمه ما و شما چی هستم؟ مستور هست، نمیفهمیم. ابن ابی ملیکه یک تابعی مبارک است، میگه من 30 صحابی رو دیدم. 30 صحابی، میگه 30 صحابی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و دیدم که ارسی از اینا سر ایمان خود میترسیدن. چون این آیت قرآن میفهمیدن که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. 30 صحابی میگه میترسیدن. اگر این صحابه باید چه مقام عالی دارن، آیات قرآن بازم میترسیدن که آیا الله ایمان مرا قبول کرده؟ الله مرا میبخشه؟ خاتمه ما به کلمه هست؟